سلام آقا جون. تنها نشستی؟ چی درست کردی؟ آبگوشت جاتون خالی اسمن آبگوشته عجب. باید میل کنی ترکی چجوری آبگوشت میتونی بخوری؟ زحمتی آخه باور بکن چجوری تنها میخوری؟ این چی؟ ترشیه؟ نماند ترشیه. اول نیست این 2 مرحله دو خوردی. مرحله ایه خب دیگه چه خبر؟ آبگوشتشو نگاه کن. خب نوش جونت باشه. آقا جون آبگوشت رو چجوری درست میکنه اصلا؟ چجوری درست کردی؟ عجیبه. البته خب آبگوشت تو پیازداغش رو سرخ میکنی شما؟ پیازداغشو نه تفت میدیم یه ذره که تف میده. آره. معلوم آخه بوی آبگوشتت خیلی قضیه. من داشتم از پله میامدم اصلا تا تو پله بو آبگوشتت میامد. گفته نماند حبوباتش هم یه جوش میده که نفخشو بگیره. نفخشو بگیریم بعد دیگه درست میکنی. نوش جونت. بخور ببینم والا.